رهبریت ناحیه رودکی اعلان کرد که من بعد در این ناحیه مراسم‌های 40 سال دیگر به دادن طعام برگزار می‌شود. تصمیم تحریری شیوه برگزاری برخی مراسم‌های عزا که با هدف کم خرج و مطابق شدنشان با قانون تنظیم رسم و آیین‌ها گرفته شده است، مدت‌ها پیش هم از جانب برخی مقامات و ساکنان مطرح شده است. حالا انتظار می‌رود که این تصمیم در تحریر نوی قانون تنظیم رسم و آیین وارد شود، اما برخی جامعه شناسان میگویند با قانون قرار مشکل است پیش راه این معرکه را گرفت و باید نخست حتمی نبودن مراسم‌های مذکور در ذهن مردم شکسته شود. عبدالخالق شادیف ساکن 43 ساله ولایت سوق دوام 2 سال است که نمیتواند از قرض برای مراسم‌های مادرش گرفته خلاص شود. عبدالخالق میگوید با 4 فرزند به دهخانی مشغول است و درآمد سالانه‌اش به گفته خودش با یک عذاب برای زندگی میرسد. او میگوید اصلا که بین مردم بسیار میشمیش شد، آشکار پنهان، گاه به شوخی گاه به جدی مردم به طرف ما فرزندان ما اهل عائله ما به تعجب قرض گرفت. $1800 همین لازم بوده برای ما وضعیت کامل میشه. عبدالخالق میگه سرمایه او در دوره طبابت مادرش صرف شد و به همین خاطر دیگر امکانیت نداشت که از حساب خودش مراسم‌های مادرش را سر وقت گذراند. بعد 10 سال قبول این قانونی تا حال بحث برانگیز مقامات تاجیک اعلان کردند که به قانون تنظیم تغییرات وارد میکنند. سال 2007 بعد تصویب قانون تنظیم از مراسم‌هایی که بعد وفات شخص نزدیکانش برگزار میکردند دادن طعام تنها در 40 سال و آن هم با تعداد محدود اجازه شده بود. اگر تغییرات به قانون تنظیم قبول شود دیگر در تاجیکستان کسی بعد وفات نزدیکانش حق ندارد در خانه این بخش مراسم ها را با دادن طعام برگزار کند. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید مسئله منع دادن طعام در مراسم های 40 سال حالا در بررسی قرار دارد. شاید که ضیافت یا که شاید شیرتن و شیرینی قطعی، چای و شیرینی قطعی در بسیار جا فرض کردیم در دولت افغانستان روزی فاتحه میگن در مسجد میشه، خویشاوندان نزدیک باشد میاد در همون روز وای میکنن در مسجد دعای فاتحه فلانی گفته اومدگی دعا میکنن، یک آب است اونجا یا که یگان شیرینی باشد هست، دیگر چی نیست. با این همه رئیس شورای علما میگوید در تاجیکستان کسی خیر را منع نکرده است و کسی امکانیت دارد میتواند به کمیزاتان کمک رساند. جامعه شناسان میگویند مراسم های ملی در تاجیکستان سنت است که از 100 سالها به این طرف در جامعه عمل میکنند و با قرار و قانون منع کردن آنها راه یگانه حل مسئله نیست. یار محمد نیازی جامعه شناس تاجیک این مراسم ها را سنت دینی نامید که بر پایه تقلید اهالی آن را اجرا میکند. به قول این جامعه شناس تاجیک این یک سنت دینی است که سالهای زیاد مردم از آن پیروی میکردند. نیازی میگوید خصوصیت همه گونه دین ها این است که اینها در پایه تقلید استوار میشوند، یعنی هر یک شرعی رای باید که از طرف تمام پیروانش تقلید شود. هر گونه تقلید ها وقتی که به عادت تبدیل می‌یابد همین خیلی تعصبات و با چشم همین رقابت نگاه کردن در همین مسائل همین خیلی ذهنیت رو به وجود می‌برد. رشید غنی عبدالله کارشناس دیگری تاجیک میگوید قبلا چنین مراسم ها اساساً از حساب قشری دارا به خاطر پس کردن تشنج اجتماعی گذرانده میشد و مثل حاضر مسابقه نمیشد. و میگوید مقصد هر گونه خدای ها از داراها به نادارها یک وسیله یاردن بود، ولی با مرور وقت این تغییر یافت. این کارشناس میگوید در جریان تغییر قانون عاید به طرز برگزاری این مراسم ها باید جامعه شناسان اشتراک کنند. تلاش های وارد کردن تغییرات نو به قانون عاید تنظیم رسم آیین ها در حال است که با گذشت 10 سال قبول و تطبیق آن هنوز هم برخورد مردم با آن یک رنگ نیست.